یو گایز، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه روز به طور کل شروع کرده باشید. امروز اومدیم با همدیگه بریم سراغ یه سری برنامه و یه سری DNS که باعث میشه شما تحریم رو دور بزنید یا برید توی هر بازی که توی ایران نمیتونید برید توش. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، اسپانسر این ویدیو چنل دیسکورد وندورز، لینکش داخل دیسکریپشن هست. اگر WoW بازی می‌کنی، ورد بازی می‌کنی، نمیخوای گلدتو رد کنی بره، میتونید بهشون سر بزنید یا همین آیتمایی که اینجا الان بهتون معرفی بکنم میتونید برید ازشون بخرید و بزن بریم. گزینه اولی که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که شما اول ببینید تو کدوم اینترنتی هستید، یعنی همراه اولی، ایرانسلی، مخابراتی، زیتلی، فلانی بیسه، اینا رو دیگه بستگی به خودتون داره. و برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشید نسبت به این موضوع، یعنی متوجه بشید که الان کدوم از اینایی که دارم بهتون میگم به درد شما میخوره، من خودم مخابراتم و حالا بهتون میگم کدوم به درد میخوره یا نه. ولی حالا اگه ایرانسلی، زیتلی یا نمیدونم موبینتی اصلا هست، نمیدونم هست یا نه، شاتلی و اینا، دیگه میتونی بیای داخل دیسکورد، داخل فری چت از بچه‌ها بپرسی، شاید کسی اطلاعاتی داشته باشه در این مورد و بهتون بگه که چه چیزی توی چه اینترنتی جواب بود. گزینه اولی که میتونم بهش اشاره بکنم pinkyhint.ir که میتونید برید داخل سایتش، اشتراکش رو بخرید. یک ماه 60,000 تومنه و تست رایگان هم بهتون میده. کمه ولی خب بهتون میده، میتونید با تست رایگان ازشون خریداری بکنید. 6 تا کانکشن همزمان بر پایداری و نمیدونم فعال توی PC و کنسول ایکس باکس و PS و اینا، کلا همه جا رو ساپورت میکنه. چیز اوکیه. من تایمی که رمبو بازی میکردم گرفته بودمش، چیز بدی نیست، جوابگوه، ولی یه ذره اختلال توی پینگ میندازه، یعنی یه ذره بالا پایین داره و این چیزی که اینجا نوشته که مسیر کاربر نه چرت و پرته. واقعا این گزینه که اینجا شما دارید میبینید چرت و پرت خالصه. پینگتون رو میاره پایین. همین الانش هم البته برید داخل رمبو پینگ پایین بهتون میده، ولی خب باید اگه پایین تر میخواید یا پینگ استیبل تر میخواید، بدون پکت میخواید، چون پینگ های ما حتی اگه پایین هم باشه پکت داره، پینگ بدون پکت میخواید، میتونید بیاید از پینکینت استفاده بکنید. گزینه‌های دیگه‌ای هم داره که جلوتر بهتون معرفی میکنم. گزینه دومی که میخوام بهتون معرفی بکنم گات پینگ هم که دیگه همتون میشناسید، یعنی اگر گیمر باشید گات پینگ رو میشناسید. گات پینگ یکی از قدیمی تریناست، مثل اون پینگینت هم یکی از قدیمی تریناست. تست رایگان داره، یه دونه برنامه داره میتونید نصب بکنید و اشتراکش رو بخرید. اینجا هم نوشته ویژگی‌های گات پینگ ویژگی دیگران فلان بیسه، نظر مفته نصفش. اینا اصلا زیاد دقت نکنید بهش، این یه سری چیزاست که مثلا ما اینا همه دارن اونا ندارنه بیشتر. سرویس دانلود تبدیل داره که دارای IP ایرانی برای اتصال از خارج کشوره، بیشتر به درد خارجی ها میخوره. 66,000 تومنه. مینیمم سرویسش رفع تحریم بازی آنلاین و IP ثابت نامحدوده و 119,000 تومنه که یه ذره تو ماچه. میگم بهتون چرا یه ذره تو ماچه جلوتر، ولی خب چیزیه که همه دارن استفاده میکنن ازش. روی همه اینترنت جواب بوده تا جایی که من میدونم و هیچ کس نیومده شکایتی داشته باشه ازش. گزینه بعدی که میخوام بهتون بگم یه دونه اپ خارجیه مثل اگزیت لگ و اسمش گیر آپ بوستره که گیر آپ بوستر بزنید داخل اینترنت میاره. اینجا نوشته این بالا گیر آپ بوستر رو بزنید میاره. برنامه داره، میتونید دانلود بکنید. 3 روز فری داره، میتونید از 3 روز فریش استفاده بکنید. بازی که میخواید رو پیدا بکنید، اصلا ببینید وصل میشید یا نه. اگه وصل میشید برید بخریدش و اینا. هزینه‌اش در میاد فکر کنم نزدیکای 180 تومن 190 تومن اینا، حالا بستگی به قیمت دلار بالا پایین بشه. یه هزینه اینجوری داره واسه یه همه چیزا رو ساپورت میکنه: ویندوز، iOS، اندروید، پلی استیشن، ایکس باکس، نینتندو، استیم دک، آخه پیکو و اوکولوس کوست که به حضرت عباس نمیدونم این چی هستن. گیراب میتونم بگم نسبت به اگزیت لگ یه ذره استیبیلیتی بیشتری داره، به خصوص برای کسایی که میخوان نیو ورد بازی بکنن. کسایی که میخوان بعضی از بازیای اینجوری رو بازی بکنن استیبیلیتی بیشتری داره. اگر میخواید د فاینالز بازی بکنید که اینجا هم اومده گذاشته، اصلا نخرید. فاجعه ترین چیز توی ایران حداقل واسه د فاینال، توی نیو ورد بهتون پینگ 120 اینا میده که یه تایمی هم خراب شده بوده، ان شاء الله درست شده یا نه، که پینگو همون 200 میداد یا 180 میداد مثلا، که بازم خوب نیست. ولی خب باید نسبت به اگزیت لگ من گیر آپ بوستر رو واقعا بیشتر قبول دارم توی این داستانا. اگر میخواد گیر آپ بوستر رو خریداری بکنید، میتونید داخل چنل دیسکورد وندورز باشون صحبت بکنید، اونجا خریداری بکنید ازشون. و گزینه بعدی اگزیت لگ. اگزیت لگ یکی از قدیمی تریناست، خیلی جا افتاده بین بچهای
وو پلیر و اگر تازه میخوای بری سمت وو نمیدونی دقیقاً باید چیکار بکنی، چی بزنی و اینا. الان که جدیدن تحریم برداشته شده، یعنی من اصلا بدون فیلتر شکن و این داستانا دارم میرم تو، ولی خب خیلی اینجوریان که نه مثلا ترسناکه، خطرناکه، فلان بیساره و سر همین داستانا حتما باید یه چیزی بزنم برن. یا میتونی گیرا بوستر بزنی یا میتونی اگزیت لگ بزنی. چرا اگزیت لگ میتونی بزنی و گزینه بهتری میتونه باشه به خصوص برای وو؟ چون که یه گزینه داره که میزنی که همون آی پی قبلی که باهاش رفتی داخل اون سرور رو سیو میکنه و هر سری با همون آی پی وارد اون سرور میشی و این گزینه خیلی خوبیه واسه کسی که دارن وو پلی میدن، چون فکر کن هر سری دیگه با یه آی پی جدید وارد نمیشن، آی پی استاتیک دارن و هر سری هم با همون آی پی هی میرن هی میان. الان هم که سایتش 1 سال بخر 3 ماه ببر و 2 ماه بخر 1 ماه ببر گذاشته. اگه میخواید برید بخرید برید داخل سایت اگزیت لگ خریداری بکنید که کدش رو میتونید وارد بکنید و اینا. میاد داخل اکانتتون، میاد اینجا پریپید کد، میاد توی پریپید کد بهتون کد میدن، هر جا برید بخرید بهتون کد میدن. کد رو وارد میکنید، یه ریدینگ میزنید اینجا و خونده میشه و یه دونه رفرش بدید صفحتون رو. 30 روز بهتون اضافه شده، میتونید استفاده بکنید ازش. اینم اگر بخواید میتونید بیاید از بچهای ویندوز بخرید. گزینه بعدی که جدید باهاش آشنا شدم خیلی اوکیه، قیمتش پایینه و 2 تا سرور همیشه خدا وصل، حالا با یه ذره قحطی که زیاد توی رو اعصاب نیستش آشنا میشیم، اینه که نیک سروره. نیک سرور کاهش پینگ و تحریم شکنه که خیلی ها پرسیده بودید لاست آرک یا نیو ورد یا خیلی از بازیایی که اینجوریه، یا به خصوص د فاینالز، بازی جدیدی که اومده و همتون دنبالشید که برید داخلش و اینا و میگید که چجوری بریم. همه اینا رو میتونید با نیک سرور برید. نیک سرور یه بدیه کوچولو داره و اون هم اینه که نه خیلی زیاد، مثلا تایم 10 ثانیه 15 ثانیه یهو تایم اوتت میده، نه اینکه از گیم پرت بشی بیرون و اینا، تایم اوت میخوری دیگه، مثلا یهو پینگت میپکه، میری تو حاله ای از ابهامات، بعد یهو دوباره برمیگردی. ولی خب قیمتش نسبت به قیمت یه دیگه اوکی تره، یعنی 40 تومن ماهیانه، 2 تا لوکیشن داره، ترکیه و آلمان، مانیتورینگ اختصاصی و فلان و بیسارم نداریم. برنامه داری، میتونی برنامه‌شو دانلود بکنی بریزی. چیتاگ 3 یه دونه بهتون دبی هم میده، بحرین هم میده که دبی و بحرین داخل لوکیشن های عادیش نیست، این ترکیه و آلمانه. اگر میخواید چیتای 3 بگیرید میتونید از دبی و بحرینش هم استفاده بکنید، قابل استفاده هم هستش روی کنسول و موبایل چیتای 3 و کلا چیز اوکیه. اگر میخواید بخرید بین تمام این سرویس های کاهش پینگ و اینایی که من گفتم و اگر مخابرات هستید، من فقط چون مخابراتشو تست کردم دارم اینجوری میگم، حالا میتونید روی چیزای دیگه هم تست بکنید، زیادم قیمتش بالا نیست. اگر مخابرات هستید، من مخابراتو تست کردم، همیشه اوکی بوده، همیشه جواب بوده، چندین ساعت داخل بازی بودم، نه قطع شدم نه مشکلی واسم پیش اومده. یه سری میگم دیلیای کوچولویی میندازه واسهتون، یه تایم اوت کوچولویی بهتون میده، نمیندازتون از بازی بیرون، یه تایم اوت ریزی بهتون میده و اینا که اون اگه بتونید باش کنار بیایید و زیاد واسهتون مهم نباشه این داستان، واقعا با قیمت 40,000 تومان ماهیانه با 2 تا سرور آلمان و ترکیه چیز اوکیه و پینگ درست حسابی هم بهتون میده. یه ذره پینگ ترکیه بهتون میده دیگه، خودتون متوجه بشید تاش. گزینه بعدی برای کسایی که نمیخوان زیاد هزینه بکنن، شکندا تایار رو که شما میزنید میاد داخل، اینجا اصلا 2 تا DNS گذاشته، DNS اول DNS دوم. DNS رو میزنید، کلا DNS رو میزنید میرید بازیتون رو میکنید و اینا، بیشتر به درد بازی کردن نمیخوره، به درد دانلود کردن هم نمیخوره، یا اصلا به درد نمیخوره. راستش بخوای شکم جدیدن داره ترمالی به بار میاره، فقط شکم بیشتر به درد این میخوره که یه سری از سایت ها رو که واقعا تحریم شکن ایرانی نمیتونن بزننشون، مثل ادوب یا مثل بعضی از دوستان دیگه مثل وردپرس و نمیدونم چیزایی مثل اینو اوکی بکنه، ببرتتون داخل و کارتون راه بندازه. ولی اگه برای بازی میخواید یا برای دانلود از استیم میخواید، بهتون اصلا پیشنهاد نمیکنم که بخواید برید شکم بزنید، چون هم سرعتش پایینه هم اوکی نیست. میگم بیشتر به درد این میخوره که سایت های اینجوری رو باز بکنید باهاش، یعنی به درد پلی دادن باهاش نمیخوره. ولی اگه میخواید داشته باشید توی لیستتون، شکن هم میتونید توی لیستتون بذارید. گزینه بعدی که میتونم بهش اشاره بکنم که خیلی هم تایمی معروف شده بودشون، دراما سرش در اومده بود، رادار گیمه، radar.game که بزنید میاره، به جای .com.game بزنید radar.game که بزنید میاره بالا، همه بازی‌ها داخلش هست، میتونید نسبت به حالا بازی که دارید اینجا تست کیفیتش هم هست، میتونید بزنید و بگیرید. DNSش هم اینجا میتونید بردارید، رادار پلاس هم اینجا میتونید
برنامه‌شو دانلود بکنید. درخواست بازی جدیدم میتونید بدید اگر بازی که میخواید بازی بکنید داخل لیستشون نیست که بذارم واسهتون. ولی خب یه سری چیزای برای چی باید کلش آف کلنز بشه آقا پدر سگ؟ رینبو 6 و فیفا و کویز آف کینگ مگه واسه ایرانیا نبود؟ ایم لب هم تحریمی؟ خاک تو سرمون کنن چه وضعش. گزینه برتر و گزینه آخری که میتونم بهتون معرفی بکنم گزینه الکترو من باهاش هر چی بگی آوردم بالا، یعنی از اپکس و از یه تایمی نیوورد و نمیدونم ووف حتی و خیلی چیزای دیگر رو باهاش آوردم بالا. تنها DNS یه که جواب میده اگر بزنید میتونید باهاش حتی اسپاتیفای هم بیارید بالا، یعنی بالا من اسپاتیفای هم بالاه استفاده میکنم، اوکی هم هستش، همه چی هم اوکیه. و اگه این داستان مارکت پلیس هم نمیدونید یه دونه ویدیو گذاشتم داخل چنل به اسم اسپاتیفای پریمیوم ولی رایگان، برید اونم ببینید. میتونید اسپاتیفایتون اینجوری کنید، گوگلی مگولی کنید، اد بلاکر بریزید. پایان اگر سوالی هست در مورد تمام این چیزایی که بهتون معرفی کردم، اگر چیزی هستش که داخل این داستان نگفتم، اگر چیزی هستش که داخل این داستان نگفتم بگید، اگر مهم باشه پینش میکنم که بقیه بچه‌ها هم ببینن. اگر سوال واسهتون که بین اینایی که الان بهتون گفتم اینترنت شما کدوم به دردش میخوره و اینا، میتونید بیاید دیگه مشورتی از بچهای دیسکورد هم بگیرید، لینکش داخل دیسکریپشن هست. و میتونید من داخل اینستا هم فالو بکنید، اونجا پیش هم دیگه باشیم، خوش میگذره. جوشو چالی دمتون گرم که تا اینجا ویدیو نشستون نگاه کردید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. پیس.